در یک سیاره دور افتاده، جایی که کتاب‌ها به جای برگ‌ها بر درختان رویده بودند، شازده کوچولو با پیرمرد دانشمند ملاقات کرد. پیرمرد که عمری را صرف مطالعه و یادگیری کرده بود، به شازده توضیح داد دانش مانند درختی است که هرگز نمی‌میرد و همیشه رشد می‌کند. شازده کوچولو که آتش فراوانی برای یادگیری داشت، از پیرمرد خواست تا به او درباره ستارگان، دریاها و کویرها بیاموزد. پیرمرد با چشمانی که همچون چراغی در تاریکی می‌درخشیدند، دستان کوچک شازده را گرفت و به او گفت هر دانه دانش می‌تواند روزی به درختی بزرگ تبدیل شود. با گذشت زمان شازده کوچولو مهارت‌های بسیاری آموخت. او یاد گرفت که چگونه از ستاره‌ها برای یافتن راهش استفاده کند، چگونه با زبان گل‌ها و حیوانات سخن بگوید و چگونه از هر تجربه درسی عمیق بیاموزد. پیرمرد به او گفت که دانش واقعی نه تنها در کتاب‌ها بلکه در تجربه و کشف موجود است. وقتی شازده کوچولو آماده سفر به سیاره بعدی شد، پیرمرد به او گفت یادت باشد دانش تنها زمانی ارزشمند است که با دیگران به اشتراک گذاشته شود. شازده کوچولو با دلی پر از دانش و قلبی پر از مهربانی به سمت ماجراجویی جدیدی روانه شد، با این وعده که هر آنچه آموخته است را با دیگران به اشتراک بگذارد.